ассалому алайкум шунавандагони гиромӣ. ба таваҷҷӯҳи шумо идомаи силсила гуфтори хонишҳои бадеӣ аз рӯи рамани сегонаи нависандаи халқии Тоҷикистон Ҷалол Икромӣ, духтари Оташ, 12 дарвозаи Бухоро ва тахти Вожгон. шунавандагони арҷманд, акнун ба қироати рамани сегонаи Ҷалол Икромӣ тахти Вожгун оғоз менамоем. ҳоло гуфтори 18-ро аз рӯи ин раман бишнавед. ровӣ Ализода Абдурашид Хуҷамқул. қисми 13. махсум гуфт андаке мулоҳиза намуда мардак ва риши калонаш ро сила карда монда ба рӯи Низомиддин нигоҳ кард. ҷаноби Асад Махсум, албатта замони мо замони инқилоб. ба ҳар кӣ ва ба ҳар кас бовар кардан нашояд. ин эҳтиёткории шумо ба ваҷҳ албатта, лекин камина ғуломатон аз одамони содиқи Махсум ҳастам. бале бовар кунед ки ман яке аз одамони бо эътимоди ҷаноби Асад Махсум мешавам. бедарак шуморо ба ин бечорахона ҷо надоданд. ин хонае ки ҳоло шумо нишастаед яке аз боргоҳҳои ҷаноби Махсум аст. 2 ҳафта пеш он кас дар ҳамин ҷо буданд. баъд аз рӯи зарурат ба қишлоқи оби кабуд рафтанд. ҳоло назар ба шунидам ба боло ба Санқалъа баромаданд. ҳамин тавр он ҷаноб дар ҳар ҷо мешаванд. آدم‌هایی که شما را پیشواز گرفتند و به این جا آوردند کار را پخته و دانسته می کنند. یکی از آنها پسری کمی نمی باشد. بنابراین از من خوف نبرید هم می شود. نظامالدین دید که همصحبتش چندان صحرایی نادان نبوده، مردکی حالدان و آگاه است و شاید کی بودن و چی بودن او را هنوز از نآمدنش پیشتر فهمیده ماندگی. بنابراین اندکی کشاده شد و گفت: میبخشید من شما را درست نشناختم. نام من زاکربای. در وقت جناب عالی زاکربای جیوچی میگفتند. گفت آن مرد: شکر، در همین گرد و اطراف مردم میشناسند و حرمت میکنند. 2 پسر دارم، بزبله، بهادور، به غیرت، از گفت و فرمان من بیرون نمی روند. زمین دارم، به خودم مناسب مال و 4 پا دارم. لیکن ریشی کلان و جامعی قلمی مرا دیده مردم مرا پسند نمی کنند. مایلش در این زمانه تا 1 درجه همینش نقص. جدید و یاش بخاری های شما درست اهمیت نداده می گذرند و از شرشان ایمین زندگی می کنیم. عجیب، گفت نظامالدین. شما از جدیدها قماب می؟ بله قماب، گفت زاکربای. اگر قماب نمی شدم اسد مخصوم به من باور نمی کرد. 1 شب تا نیمی شب با مخصوم صحبت کردیم، درد دل کردیم. معلوم شد که در بسیار موردها هم فکر بوده ایم. درباره شما به من مخصوم نقل کرده داد. گفت که خودش را جدید می تراشد، لیکن با جدیدها مراسا کرده نمی تواند. این درست، کاری شما درست. موردش شود به بین دشمن در آمده گرفته، جانم جانم گفته جانش را برآوردن لازم. یاش بخاری های شما چی کار کردنشان و به کدام راه رفتنشان را خودشان نمی دانند. با آنها مراسا کردن مشکل. آفرین به شما. بنابراین ما با آنها دست به گریبان شدیم. گفت نظامالدین به مردک حسن اعتماد ظاهر کرده. ما مملکت را از روس‌ها خالی کرده دولت ملی خودمان را برپا کردنی هستیم. ما به این فکر خود باوری داریم و البته آن را به وجود می آوریم. هرچند که در این راه جان و مالمان فدا شود هم.
فکری بد نی، گفت مردک ریشش را سیله کرده ایستاده و به اندیشه فرو ماند. قریب بود که اسد مخصوم به دست افتد و تارومار گردد. گفت به گپش دوام داده نظام الدین. لیکن ما یاری دادیم. وی به این سو هجرت کرد. همه مال و دولتش را پرتافته آمد. من هم از درون ایستاده کار می کردم. به دوستانمان مدد می کردم. لیکن نشد. کم مانده بود که چیکه مرا دستگیر کند. ناعلاج من هم به این سو آمدم. همه مال و ملک و دولتم به دست آنها ماند. اکنون اگر خدا یاری دهد و خلق ما را دستگیری کند، با غلبه و ظفر باز به بخارا برمی گردیم. مشکل، گفت زاکر بای، مشکل. به عروس دست به گریبان شدن کاری آسان نی. من به مخصوم گفتم که این تاز و کوزه ها قطعی به مقصد نمی رسی. نخواد که شما به غلبه ما باوری نداری؟ من از خدا می خواهم که شما غلبه کنید. این عین مدعا. اگر همین طور نمی بود، من به اسد مخصوم یاری نمی دادم. پس گپ در کجا؟ گپ در همین که برادر، گفت خود باورانه زاکر بای. من در وقتش 1-2 بار تا به ارینبورگ رفته آمدگی و هر وقت به سمرقند گذشته می ایستم. من با عروس نقص شناس هستم. می دانم که برای با عروس، خصوصا با موژیک یعنی دهقانی عروس، با مردکاری عروس دست به گریبان شدن، قوت داشتن لازم. آن قوتی که عروسی امروزه را عسکری سرخ او را زده می گردانده باشد درمان نیست. بیدرک تشویش می کشیدم. نظام الدین از دل گذراند که این مردک حالا به چی کارها قادر بودنی گروه ما را نمی داند و بنابران رویکی فکر کرده این خیل گپ می زند. بله، رویکی نگاه کنید، گپی شما حق می براید، گفت وی و 1 تا پاپیراس آتش داد. ولی ما هم انایی نیستیم. حالا صبر کرده ایستید، کارنامه اکنون سر می شود. این ابراهیم بیک و فضیل مخصوم و این عبدالقهار، این اسد مخصوم، اینا از نوگ خمیر فتیرش. در همین قریبی کارها رنگی دیگر می گیرد. خیر، کاشکی گفتمان زاکر بای، ولی در دلش خندید و گفت که تو هم از شریکان جدیدت ماندنی نداری. به وعده های خام و لاف و گزاف باور کردگی آدم آخرش فناست. اما من کارم را دانسته می کنم. نظام الدین از خاطر می گذرانید که این طور ناباور شدن آدمان خودی خوب نی. اگر زاکر بای برین آدمی با اعتماد مخصوم در همین فکر باشد که با عروس جنگیده غلبه کردن ممکن نیست، بلشویک مغلوب نشونده است، از دیگران چی گیله؟ اکنون وظیفه من و مخصوم و یار و دوستان ما پیش از همه تشویقات و ترغیبات است. تا سر شدن جنگ های کلان مردم را تیار کردن لازم. اگر مردم به ما باوری نداشته باشند، اگر مردم از عسکران سرخ ترسیده مانده باشند، کار پیش نمی رود. یک خطای کلان اسد مخصوم در همین که به خلق اهمیت نمی دهد. همه کار را به ضرب قمچین و تیری ملتق کردن می خواهد. اگر زوریت اساس نداشته باشد، اگر در بین مردم پشت و پناه نداشته باشی، قوت زود می کاهد و مغلوب می شوی. اسد مخصوم باشد در این جاها سکه و بارگاهش را شنانده
در این باره ها فکر نمی کند. اگر فکر می کرد نزدیکانی وی این طور ناباور شدن نمی ماندند. ناباوری به کار خود کرمی است که آدم را از درون نابود می کند. اما اگر درستر فکر کنیم، مردم به چی ما باید باور کنند؟ یگان بار غلبه نکرده باشیم، یگان بار پیشرو نشده باشیم. بله، مشکل، خیلی مشکل است زندگی. زاکربای تا اندازه حق شده می براید. این بلشویک یک بلای آخر زمان شده برآمد. با وی زد و خورد کردن در حقیقت آسان نی، مگر که مشکل ما را خود آمدن انور پاشا حل کند. بله، انور پاشا بیاید کارها رنگی دیگر می گیرد. حالا درباره آخری سفر فکر کردن لازم. وی باز به زاکربای مراجعت کرد. شما که به آدمانی مخصوم یاری می داده باشید، چه خیل و با چی یاری می دهید؟ من به آنها خوراکواری، آرد و روغن و گوشت و به اسب‌هایشان یم و خاشاک جمع کرده رسانده می ایستم. در این دم از بیرون یکی از آن جوانهایی که نظام الدین را مشاینت کرده بودند سلفه کرده سلام گفته در آمد. ها سفر جان، گفت زاکربای، چی خبر آوردی؟ مخصوم در بالا، گفتمان سفر. وی جوانی نوموخت تنومند و چشم و ابرو سیاه بود. پدرش را حرمت کرده در نزد وی آهسته و با ملایمت گپ میزد. برای چی اینقدر در بالا نشسته ماندند؟ باز پرسید زاکربای. آخر به اینجا آمدن مهمان را میدانستند. من تا قشلاق آبی کبود رفتم، گفت سفر. در آنجا آدم‌های مخصوم با سرداری قراولبیگی کمین گرفته نشستند. از خودی قراولبیگی فهمیدم که به سنقلعه برآمدن مخصوم را عسکرها پی بردند و حتی پیرهه مخفی را هم دیدند و در آنجا جنگی سختی شده است. از آدم‌های مخصوم کسی بسیار تلف شده است. حاضر عسکرها از دهنه دور نرفته آن را پاسبانی می کردند. خیریت که با مخصوم آدمی بسیار به بالا برآمده بوده است که به عسکرها راه را بند کرده آنها را به پیرهن نگذاشته ایستاده بودند. به فکر قراولبیگی اکنون مخصوم یک چند وقت در بالا می ماندند. برای چی خودی قراولبیگی به مخصوم راه را گشاده نمی دهند؟ پرسید زاکربای. قراولبیگی می گوید که زورش نمی رسد. اکنون فرصت یافته خودش هم از این اطراف خیسته به طرف دوشنبه حصار می رفته است. عجیب، گفت نظام الدین. این هم طالع من. راست گفت زاکربای. نمیدانم مخصوم با چی مقصد در همین وقتی آمدی شما به سنقلعه و پیش آیینه‌شان برآمده ماندند. آنجا در حقیقت جای مستحکم، فقط یک راه دارد که آن را هیچ کس نمی داند و اگر دانسته مانده از پیرهه بالا برآمدنی شود، یک میرگن می تواند از بالا ایستاده هجوم 1000 کس را گرداند. لیکن بدی کار در اینجا که اگر دهنه را عسکرها داشته ایستاده باشند، مخصوم هم پایان فرامده نمی تواند. در بالا از گشنگی مردن ممکن. نه، گفت زاکربای. اولش این که در بالا ما و مخصوم پیشکی ذخیره بسیار جمع کرده ماندگی. بعد از این طرف از درون غار با سبد به بالا چیز و چاره کشیده برآوردن ممکن. ما همینش را هم درست کرده ماندگی. قراولبیگی گفت سفر همین روز از غار به قشلاق ما آدمی مخصوم فرامده می آمده است. ما او را منتظر شویم بوده است. مایلش منتظر می شویم. کنی بچه ها بیایند؟ گفت زاکربای از جا برخاسته. من یک چای و دسترخوان کنم، گرسنه هم ماندگی استید.
بچه ها بیگاهی روزی آمدند. آنها 3 کس بودند. 2 نفر همانهایی که پیشواز گرفتند و باز 1 نفر از آدمان اسد مخصوم که نو از بالا فرآمده است. جناب مخصوم به شما سلام رسانیدند. گفت وی به نظام الدین مکتوبی را دراز کرده. همه به شما برای شما چشم انتظاری دارند. مرا فرستادند که شما را از اینجا صحت سلامت بالا برآورده به آن کس رسانم. ها، گفت زاکر بای، محمد یار یکی از مقربان اسد مخصوم است. اصلی وی از همین جاهای ما، لیکن بعد بخارا رفته ماند و به دسته مخصوم همراه شد. محمد یار بر این کوهگرد و دارباز در دنیا نیست. همین راهی آذوقه کشانی را وی فکر کرده یافتگی. بسیار نغز، گفت نظام الدین. سلامتی جناب مخصوم چطور؟ بردم و خرسند می؟ ها، بد نی، گفتماند محمد یار و اندک توقف کرده علاوه نمود. در شرایط کوهستان گاه نغز گاه بد، به هر حال می گذرد. نظام الدین که بارگاه اسد مخصوم را امیرانه و با شکوهی تمام پنداشته بود، از این سخن حیران شد و زود پاکیت را کشاده به مکتوب چشم دواند. هو القیوم. پس از دعای و سلامی بلا نهایه رسیده باد که این جانب کمینه صحت و سلامت بوده، سلامتی شمایان را از درگاه الهی خواهان و جویانم. بعد بوده باشد که پس از شنیدن خبری آمدتان من خواستم چند روز همراه شما در کوشکی سنگقلعه فارغ از خلل صحبت کرده استراحت کنم. اینجا نسبتاً ایمن‌تر، از چشم دشمن دورتر است. خصوصاً اینکه امروزها در پایان هوا گرم، در اینجا هوا معتدل و کنیزتان عایشه و مادری او نیز در همین جایند که ما از جهت خوراک و معیشت هم تنگی نمی کشیدیم. با همین مقصدها 2 روز پیش از این به اینجا برآمدم، لیکن دشمن در پی ما بوده است. راه را مسدود کردمان. تخمین در این قریبی ها راه یافته فرآمدن ما میسر نمی شود. بنابراین قرار دادیم شما را با راهی مخفی به نزدمان دعوت کنیم. این یک غاری است که از درون آن شما را بالا می کشند. من خودم می توانستم با آن راه فرآمده در خانه زاکربای صحبت کنیم، لیکن در اینجا کنیزتان عایشه خیلی تردد کردگی و ثانیاً اینجا طوری که در بالا گفتم بیخوفتر و آسوده تر است. در اینجا می توانیم خوب مصلحت کرده نقشه و کارهای آینده را معین کنیم. بعد اگر مصلحت دانید 1 شباخون زده از قبل آزاد می شویم و به تاخت و تاز دوام می دهیم. شما را دیده همه یاران بخاری را دیدگی بر این می شوم. شما را دیده بوی بخارا به مشامم می رسد. در این مدتی بسیار که از شمایان دور در این کوهساری سنگدیل و هوا بلند دم نگرفته تاخت و تاز کرده می گردم، با وجود این قریب است که غصه مرگ شوم، چون که در گرد و اطرافم شما بر این یگان همدم ندارم. گاه دور و دورانهای شیر بدن را به یاد آورده اشک حسرت می ریزم. بنابراین رسیده آمدن شما مرا از حد زیاده ممنون می گرداند. باقی مانده مصلحت و گفت و شنیدها را در حضورتان می کنیم، اما پیش از به اینجا آمدنتان بعضی چیزها را به شما گفتنم لازم که دانسته عمل کنید. وضعیت شیر بچه های من راستش را می گویم چندان خوب نی. مدتی مدید تاخت و تاز کردن، کم آسودن، سختی قشلاق های کوهستان، گشنگی و ناامیدی اینها را به تنگ آورده است. می ترسم به سرم نشورند. بنابراین
با آنها گپ زدن، خبرهای نوی خرسندی بخش آوردن، دلبرداری کردن، روح بلند نمودن و امید بخشیدن لازم. شما از خودی پایان همین کار را سر کنید. به همه وعده های کلان دهید و روزی غلبه نزدیک گویید. من یکی از آدمان چقان و کوهگرد و کوهبرای خودم را با آوردن شما فرستادم. هرچند که به اینجا برآمدن قدر مشکل و خوفناک است، لیکن شما نترسید. محمد یار آدمی استاست، کاری کرده شما را صحت و سلامت می رساند. برعکس حال سرش را از تنش جدا می کند. زاکربای هم آدمی خودی و با اعتماد است، ولی به هر حال چندان سیر نکشایید. در این زمانه به هیچ کس باور کرده نمی شود. اگر توانید با خودتان کمتر قند و شیرینی بیارید. قوت لایموت را زاکربای به عوض پول کلان رسانیده می ایستد. خیریت که از بخارا کمتر پول گرفته آمده بودم. باوری دارم که شما به خودتان پول هم دارید. خیر، سلامت باشید. به آمدنتان چشم در راه هستیم. کمینه، دوستی شما. مکتوب را خوانده نظام الدین خیلی ملول شد و به دلش واهمه افتاد. و دانست که حالا اسد مخصوم آن شیر ژیان نیست. خودی حیات و شرایط او را از 100 من به 1 من فراورده است. اکنون وی به 1 لونده قند محتاج شده به او التماس می کند. توبه! آدمی که با 1 نگاه زهرآلودی خود جگری ببر را آب می کرد، اکنون مثل ملا بچه غریب و دردمند نالان و گریان به او خط نوشته است و حتی بر دروغ هم از حشمت و بارگاه خود خبر نداده است. پس به نزد اسد مخصوم رفتن نظام الدین چی ضرورتی دارد؟ در بارگاه گرسنگان 1 نانخورد زیاد می شود. خودم بدرم، تو را بدری کی برم؟ مگر بهتر نمی شود که از خودی همین جا به طرف سمرقند گذرم؟ نخواد که در سمرقند با نام دیگر و عنوان دیگر به مردم خود را نشناسانیده زندگی کردن نتوانم؟ و من چی ضرور که باز به دم اژدها روم؟ کوه به کوه و دشت به دشت آواره شده گردم. گفته زاکربای با عروس دست به گریبان شدن آسان نی. به وعده های خشک و خاری، به آمده معجزه نشان دادن انور باور کردن نشاید. به باور کردن اساس هم نی. ما قرار دادیم که گفت به خیالهای نظام الدین خلل داده آدمی اسد مخصوم، خودی همین شب شما را به بالا رسانیم. چه خیل؟ کی قرار داد؟ گفت به معنای گپی مردک درست پی نبرده نظام الدین. آدمی اسد مخصوم محمد یار 1 درجه حیران شد و به زاکربای نگاه کرد. زاکربای که آدمی روز دیده و پخته بود زود فهمید که مکتوب اسد مخصوم به مهمان تأثیری خوبی نبخشید. زاکربای که آدمی روز دیده و پخته بود زود فهمید که مکتوب اسد مخصوم به مهمان تأثیری خوبی نبخشید. گفت بچه ها می خواهند که خودی همین شب جناب شما را به نزد جناب اسد مخصوم رسانند. لیکن من دیده ایستادم که راهی دور شما را خیلی مانده کرده است. بهتر که این کار را به شب دیگر گذاریم. اولش شما خوب دم گرفته، بعد به راهی سخت می برایید. دویمش بچه ها از گرد و پیش درست با خبر شده به تنجی اطراف ایمان حاصل می کنند. به هر حال بر ریسمان پیچیده به قله کوه بلند برآمدن آسان نی. بر ریسمان پیچیده
به حیرت پرسید نظام الدین. دیگر راه نیست؟ گفت زاکربای. ما خوراکواری را جو بیده را جمع کرده به غار درونی کوه میبریم و آواز میدهیم، چقماقک زده اشاره میکنیم. ما را شنیده از بالا ریسمان میپرتایند. ما به آن ریسمان خلطه و قنارها را بسته اشاره میکنیم، از بالا میکشند. نصیب باشد شما را هم همین طور به ریسمان بسته میکشانیم. در نیمی راه ریسمان کنده شود چی؟ ریسمان نمی کند، گفت محمد یار. من 2 بار برآمده فرآمدم. فقط اندک ناترسی و دلیروی و چقانی لازم. نه، گفت به طور قطعی نظام الدین. من با این راه نمی روم. یگان راهی دیگر یافتن لازم. نخواد که شما مردمی محلی هر روز به شکار، به ریواج کنی رفته، به بلندی و پستی ها گشته یگان راهی مناسب تر را ندانید؟ دیگر راه نیست، گفت زاکربای هم به طور قطعی. بس هر که افتید ناچار به هر راه می روید و اگر لازم شود به ریسمان پیچیده به کوه می برایید. خیریت که همین راه را یافتیم، نباشد آدمان ما از گشنگی می مردند، گفت محمد یار. شکر می گوییم که بلشویک ها از این راه ما خبر ندارند. بیدرک نام کوه را سنقلعه نگفتند، گفت زاکربای. کسی که به این قلعه برآمده جایگیر شود و یگان راهی باریکی آن را محافظه کند، دیگر نه این سو نه جنس به پیش وی برآمده نمیتواند. این قلعه خدا آفرید در وقتش مسلمان های بسیاری را از هجوم کافران نجات داده است. بسیار دسته های شکست خورده و مجروح گشته به این قلعه پناه برده قامت خود را راست کردند، به زخم خود شفا یافتند و پس از قوت گرفتن مثل چقماق، مثل سیل آتشین به سر دشمن فرو ریختند. نصیب باشد دسته شمایان هم وقتش می آید و غراس زنان به پایان می تازد و دشمن را زیر و زبر می کند. نظام الدین سخنانی زاکربای را می شنید ولی درست نمی فهمید. خیالی وی در جاهای دیگر بود. وی پس از شنیدن راهی ریسمانی به خود لرزید و قطعی قرار داد که نه با این راه و نه با راهی دیگر به نزد اسد مخصوم نمی رود. 1 روز 2 روز سفر را به تأخیر انداخته این مردم را راضی می کند که او را به سمرقند گذرانند. اگر به زاکربای پولی کلان وعده دهد، خودش همه کار را سرانجام می دهد. پس آنچه که سخنان زاکربای به گوشش مانده بود تکرار کرد. بله، به پایان می تازد. استید که از این راهی ریسمانی شما عسکرهای سرخ خبردار شده آمدن نمی توانند مگر؟ خبردار شوند البته به کار ما خلل می رسانند، لیکن ما کارمان را دانسته می کنیم. احتیاط شدن لازم، گفت نظام الدین. درباره با این راه رفتنی من باز فکر کرده می بینیم. بهتر می شد که بی ریسمان و بی داربازی اسب سوار می رفتیم. زاکربای گپ نزد. پس از شوربا و چای کبود، زاکربای و پسرش به مهمانها جای خواب پرتافتند و بیرون رفتند. آدمی اسد موزه و لباسهایش را کشیده بروی جاگه دراز کشید و 1 نفسی آسوده گرفت. شما گفتاری 18 را از روی романи تختی واژگونی нависандаи халқии тоҷикистон ҷалол икромӣ дар қироати ализода абдурашид хуҷамкул шунидед. коргардон шералии нағзалӣ, садобардор карим толибов. поёни гуфтор аз силсилаи хониши бадеӣ. шод бошед.